بانک جهانی در یک گزارشی تازه نشر کرده‌اش گفته است خدمات علاقه تاجیکستان مانع اساسی رشد ساحه مخابرات در تاجیکستان است. این خدمات را خدای رئیس جمهور بیک صبوری رهبری می‌کند. تأسیس مرکز یگانه کمونیکاسیونی و وادار کردن شرکت‌ها به خرید اینترنت تنها از تاجیک تلکام، محدودیت در فروش سیم کارت، منع علاقه NGN و علاقه نوی وایس آور اینترنت پروتکل را بانک جهانی از اقدامات خدمات علاقه می داند که باعث به رکود یا کرختی این ساحه گشته است. در این گزارش گفته می شود ساحه مخابرات در تاجیکستان در آغاز سالهای 2000 با سرعت رشد می کرد و توان رقابت را داشت، اما حالا در پایان ترین سطح در جهان قرار داشته رقابت پذیریش را پر از دست داده است. بانک جهانی به این نظر است که در این ساحه برخوردی منفعت‌ها وجود دارد. در گزارش آمده است که خودی خدمات علاقه سیاست ساحه مخابرات را معین می کند، اما در همین حال مالک شرکت تاجیک تلکام است که مانع وارد شوی سرمایه های خصوصی و رشد اینترنت شده است. در گزارش تاکید شده است تاجیکستان از روی شرایط و سندهای تنظیم کننده ساحه مخابرات در جهان در جای آخر قرار دارد و ریتینگ رقابت پذیریش به 0 برابر است. گفته می شود خدمات علاقه نمیگذارد شرکت ها به سمت چین و افغانستان ناقل های آپتیکی بکشند. این گونه خطا می تواند به کم شدن خراجات و افزایش سرعت و صفت اینترنت را مساعدت کند. بانک جهانی معتقد است بالابری انداز، جاری کردن اکسیس و تطبیق قاعده های متفاوتی اندازستانی از شرکت ها به مفلس شوی شرکت های موبیلی آورده رسانیده است. این باعث گردید شرکت های شویدی تلیه و هلندی ویون سهمیه های خود را به تیسل و بیلاین فروخته ترک تاجیکستان کردند.